أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید باب فضل قیام اللیل، یعنی که باب در مسئله فضیلت نماز شب. پس ما و شما از این باب چند حدیث هایش را گرفتیم و امروز باشد دوام حدیث های این باب را خواهیم گرفت. درس امروزه ما و شما از کتاب ریاض الصالحین از حدیث 1182 شروع می شود. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحین در زیر حدیث 1182 میگوید که وعن ابی هریره رضی الله عنه قال، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، گفتند رسول الله صلی الله علیه و سلم رحم الله رجلا قام من اللیل، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که رحمت الله بر مردی که قام من اللیل بخیزد در شب، یعنی که الله سبحانه و تعالی رحمتش را بالای مرد نازل بکند که اون مرد در شب بخیزد. فصلى و ایقظ امرأته، پس نماز بگذارد، یعنی اون مرد در شب بخیزد و نماز بگذارد. و ایقظ امرأته، و از خواب بیدار بکند همسرش را، همسرش که خواب است اون را از خواب بیدار بکند. فإن ابت نضح فی وجهها الماء، پس اگر که روی گرداند اون زن از خستن، یعنی که از خوابش نخست، وقتی که مرد همسرش رو میگوید از خواب بخیزاند که زنش همسرش از خواب نخیزد، نضح فی وجهها الماء، پس میگه آب بپاشد در روی همسرش، یعنی که دروش آب بزند تا اینکه همسرش از خواب خسته تواند. رحم الله امرأة قامت من اللیل فصلت، پیغمبر صلی الله علیه و سلم همچنین گفتند که رحمت الله بر زنی که خیزد در شب و پس نماز بگذارد، یعنی زنی که شوهرش خواب است میخیزد و نماز شب میخواند. و ایقظت زوجها، و بیدار بکند همسرش را، همسرش را شوهرش را از خواب این زن بیدار بکند. فإن ابى نضحت فی وجهه الماء، پس اگر که مرد روی بگرداند، یعنی که از خواب نخست، نضحت فی وجهه الماء، پس آب بپاشد، میگه در روی همسرش از آب، یعنی آب را بپاشد، آب را بریزد در روی همسرش تا اینکه شوهرش از خواب بیدار شود یا تواند که بخیزد و نماز شب ادا بکند. رواه ابو داود به اسناد صحیح، این حدیث را ابو داود رحمه الله به سند صحیح روایت کرده است. پس این حدیث دلالت میکند بر یاردم کردن زن شوهر یکدیگر را برای عبادت الله، برای پرستش الله تبارک و تعالی، که یکدیگر را از خواب بخیزانند و با یکدیگر الله یگانه را بپرستند. این بود حدیث 1182 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1183 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله میگوید وعنه وعن ابی سعید رضی الله عنهما، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه و همچنین از ابو سعید رضی الله عنه، از هر دو اینها الله راضی باد،
هر دو اینها قالا، هر دویشان میگویند، یعنی که این حدیث را دو کس روایت کرده است، هم ابو هریره و هم ابو سعید. اینها میگویند که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند اذا ایقظ الرجل اهله من الليل فصلیا، یعنی هنگامی که بخیزاند مرد همسرش را در شب، فصلیا، پس مرد و زن با یک جا نماز بگذارند در شب، او صلا، یا مرد امام بشود و زن از پشتش نیت بکند، یعنی که همسرت رو از خواب بخیزانی و تو امام شوی، همسرت از پشت تو نیت بکند. رکعتین جمیعا، یعنی دو رکعت رو با هم بخوانند. کتب فی الذاکرین و الذاکرات، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید نام این دو کس نوشته می شود از جمله ذکر کنندگان مرد و ذکر کنندگان زن، یعنی از جمله ذاکرین و ذاکرات نوشته می شود نام این زن و مردی که یکدیگر را در شب بیدار می کنند و نماز می گذارند به تنها تنها، یا مرد امام می شود، زن از پشتش نماز می خواند، با جماعت نماز می خوانند. پس این همچنین دلیل است که نماز نافله را می شود که جماعت کرد، زیرا که نماز شب نماز نافله است، پس جماعت کردنش هم جایز است. هرچند که بعضی از علما مکروهش میدانند، بعضی از علما میگویند این حدیث دلیل نمی شود، اما بعضی ها اجازت میدهند، میگویند که این حدیث دلیل است که نماز نافله را می شود با جماعت، با همسرت یا با کسی دیگر خواند. رواه ابو داود باسناد صحیح، این حدیث را ابو داود رحمه الله با سند صحیح روایت کردگی است. پس این حدیث دلالت میکند همچنین برای همسر را خیزاندن، با همسر یک جا نماز شب خواندن. کسی که این کار را کند، در رکعت بخواند، اگر نوشته می شود نامشان از جمله ذاکرین و ذاکرات، یعنی کسانی که همیشه الله را یاد میکنند، در گروهی همیشه یاد کنندگان الله نام این دو کس نوشته می شود. این بود حدیث 1183 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1184 کتاب ریاض الصالحین که امام نووی رحمه الله میگوید وعن عائشه رضی الله عنها ان النبی صلی الله علیه و سلم قال، یعنی که از عایشه رضی الله عنها روایت است هر آینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند اذا نعس احدکم فی الصلاة، یعنی هنگامی که نعس احدکم، یعنی خوابش بگیرد یکی از شما را در نماز، یعنی نماز شب یا در وقت نماز یکی از شما را خوابتان گرفت، خواب بسیار غلبتان کرد، خواب بسیار شما را ناراحت کرد، یعنی مجبور کرد، یعنی که خواب بسیار سخت اومد بالای شما، فلیرقد حتی یذهب عنه النوم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگه پس باید خواب کند، باید این انسان خواب بکند. چرا خواب بکند؟ حتی یذهب عنه النوم، تا اینکه خواب از سر اون دور شود، یعنی خواب از سرش دور شود. برای همین خاطر پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت که باید خواب بکند. وقتی نمازی شب خواندنی شدید که بسیار خسته هستید و بسیار مانده هستید، پس پیغمبر صلی الله علیه وسلم کمتر خواب کن، یعنی سری خوابت رو بگیر. فإن أحدكم اذا صلى وهو ناعس، پیغمبر صلی الله علیه وسلم علت رو بیان میکند، میگه پس هر آینه کسی از شما هنگام نماز بخواند که اون خوابالود است، و هو ناعس است، بسیار خوابالود است، لعله یذهب یستغفر فیسب نفسه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت شاید این انسان بجای استغفار کردنش فیسب نفسه، دشنام میکند نفس خودش را، نفرین میکند، دعای بد میکند، یا ناراحت میگرداند نفس خودش را، نفرین میکند نفس خودش را، یعنی که بسیار خوابالود که دیگر نمیداند چیکار کرده ایستاده است. از این حساب پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه کمتر خواب شو،
سر خوابت را بگیر و پس بخیز با راحتی جان و راحتی نفس، با اطمینان نفس نمازت را ادا بکن. این از حدیث متفق علیه. این بود حدیث 1184. پس در این حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم کسانی که نماز شب میخوانند و بسیار خوابشان گرفت، میگد کم ترک سر خوابشان را بگیرد، زیرا اینکه شاید در وقت نماز یکون دعای بدی درخشان میکند یا یکون کلمه را نادرست و ناخوب تلفظ میکند. از این حساب پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگوید که خواب کند، سر خوابش را بگیرد و بعد خیسته نماز شبش را بخواند. بعد از این حدیث 1185 کتاب ریاض الصالحین و آخرین حدیثی باب فضیلت نماز شب، آخرین حدیثش همین حدیث 1185 می باشد. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1185 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن ابی هریره رضی الله عنه قال، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن اذا قام احدكم من الليل، یعنی هنگامی که خیست کسی از شما در شب برای نماز شب را خواندن، مثلا شب از خواب خیستید، فاستعجم القرآن علی لسانه، فاستعجم القرآن، پس دشوار شد قرآن بر زبانش، یعنی قرآن خواندن قرآن، تلفظ کردن کلمات قرآن در زبانت اگر دشواری بیارد، یعنی خواب تو را غلبه کرده ایستاده است، تلفظ کردن کلمات قرآن برات دشواری بیارد، یعنی سخت باشد، درست تلفظ کرده که نتوانی، فلم یدری ما یقولو، پس نفهمد که چی گفته ایستاده است، یعنی چنان خواب غلبت کند که بگیم کلمات قرآن را تلفظ کردن برات در زبان دشواری بیارد و پس نفهمی که چی گفته استادی، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه فلیلتجع، پس باید بخوابد این انسان، یعنی سری خوابش را این انسان باید بگیرد، زیرا اینکه ندانسته ایستاده است یا خواندن قرآن براش دشواری کرده ایستاده است، زبانش گپ را نگرفته ایستاده است، زبانش از کنترلش از اختیارش برآمده ایستاده است. از این حساب پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که پس کمی خواب بکند، فلیضطجع، پس بخوابد، پس دراز بکشد، پس استراحت بکند تا اینکه کمی سری خوابش را بگیرد و پس آن خسته نماز شبش را ادا بکند. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. پس با همین حدیث تا به اینجا باب فضیلت نماز شب به آخر رسید. اکنون میگذاریم در باب نو. باب نوی که شروع میکنیم امام نووی رحمه الله میگوید باب استحباب قیام رمضان و هو التراویح، یعنی که باب در مسئله مستحب بودن نماز قیام رمضان هست، یعنی که نماز شبی که در رمضان خوانده می شود میگه و هو تراویح، که اون نماز تراویح هست. پس این باب در مسئله نماز تراویح برای ما و شما دلایل تقدیم میکند. امام نووی رحمه الله درباره مستحب بودن نماز تراویح، فقط نماز تراویح یعنی عددش رو بیان نمی کند، فقط نماز تراویح چی قدر ثواب دارد، اکنون عددش بعضی 8 رکعت و بعضی 20 رکعت و بعضی از این هم زیادتر و عددش گوناگون هست در کتاب ها، اقلش کمترینش 8 رکعت است، اما از این بالاتر هم چطوره که اثرهای داریم، روایتهای داریم از گذشتگان صالح که جایز است 20 رکعتی، 40 رکعتی، 50 رکعتی، 45 رکعتی، خلاصه عددهای گوناگون برای نماز شب رمضان داریم، اما کمترینش 8 رکعت است. اکنون همین رو هر کسی که بخواند، چی 8 رکعت باشد چی 20 رکعت باشد، هر کسی که بخواند چی ثواب میگیرد، چی اجر و پاداش را دریافت میکند،
امام نووی رحمه الله درباره فقط اجرش برای ما و شما دو حدیث تقدیم میکند. حدیث یکم این باب حدیث 1186 کتاب ریاض الصالحین هست که امام نووی رحمه الله در زیر این حدیث 1186 میگوید عن ابی هریره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است هر رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یعنی هر کسی که قام رمضان، یعنی قیام رمضان داشته باشد، یعنی شبهای رمضان قیام داشته باشد، شبهای رمضان عبادت برپا بکند، ایمانا و احتسابا، این قیامش، این عبادتی که در شب رمضان انجام میتید ایمانا باشد، یعنی از روی ایمانش باشد، و احتسابا باشد، یعنی امید به پاداشی ثواب این شبهای رمضان داشته باشد، فایدهش چی می شود؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی بخشیده می شود گناهان گذشته اون انسان. هر انسانی که در شب رمضان قیام رمضان داشته باشد، از روی ایمان و از روی اجر و پاداش این کار را انجام بدهد، گناهان گذشته اون انسان بخشیده می شود. غفر له یعنی بخشیده می شود برای اون انسان ما تقدم من ذنبه، آن گناهانش که گذشتن، یعنی گناهان گذشتهش بخشیده می شود. پس قیام رمضان باید با چی باشد؟ با از روی ایمان باشد و از روی اخلاص، با ایمان و اخلاص نماز قیام رمضان رو ادا کرده باشد. این حدیث متفق علیه است. این بود حدیث 1186. بعد از این حدیث 1187 کتاب ریاض الصالحین و عنه رضی الله عنه قال، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است، قال گفت حضرت ابو هریره رضی الله عنه که قال كان رسول الله صلی الله علیه و سلم يرغب في قيام رمضان من غیر ان یأمرهم فیه بعزیمة. میگه حضرت ابو هریره رضی الله عنه میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم یرغب، یعنی مردم رو ترغیب میکرد، تشویق میکناند، مردم را دقتش را جلب میکرد فی قیام رمضان، برای خواندن نماز شبی که در رمضان خوانده می شود. برای نماز شب در رمضان خوانده می شد، پیغمبر صلی الله علیه و سلم مردم را به اون تشویق میکنند، مردم را به اون ترغیب میکنانید، مردم را به سوی اون جلب میکنانید، من غیر ان یأمرهم فیه بعزیمة، بدون اینکه امر بکند مردم را برای در شبهای رمضان بعزیمة، به یک کار حتمی بودن یا برای واجبیت این نماز، یعنی که امرشان نمیکرد که این حتمی است یا امرشان نمیکرد که این نماز شب رمضان واجب است، نه برای واجبیتش امر میکرد، نه برای حتمی بودنش امر میکرد، یعنی به عزیمه امر نمیکرد، بلکه اونها را تشویق میکنانید، ترغیب میکنانید برای خواندن نماز تراویح. پس نماز تراویح مستحب است، چطوری که امام نووی رحمه الله نام بابش را گذاشته بود که باب مستحب بودن نماز شب یا عبادت کردن در شبهای رمضان، یعنی که سنت است. فیقولو، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگفت، یعنی که تشویق کننده، ترغیب کننده، مردم را جلب میکرد برای نماز تراویح، میگفت چی میگفت؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگفت که من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی هر کسی که شب زنده داری بکند در رمضان، یعنی قیام داشته باشد در رمضان، نماز شب داشته باشد در رمضان، یعنی نماز تراویح بخواند ایمانا، پس این نماز خوانیش از روی ایمانش باشد، و احتسابا و اجر به حسابت از روی پاداش این کار را انجام بدهد و با اخلاص این کار را انجام بدهد، غفر له ما تقدم من ذنبه، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه بخشیده می شود گناهان گذشته این انسان، گناهان گذشتهش بخشیده می شود.
رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. این بود حدیث 1187 کتاب ریاض الصالحین و آخرین حدیث باب مستحب بودن نماز شب یا نماز تراویح. با همین این بابم به آخر رسید. میگذریم در باب نوی که شروع میکنیم، باب فضل قیام لیلة القدر و بیان ارجا لیالها، یعنی که باب در مسئله فضیلت شب زنده داری در شبهای رمضان، یعنی که انسان در شبهای رمضان باید شب زنده داری بکند، اقل شی کمترین نماز تراویح را بخوند 8 رکعت کمترین. اما غیر این نماز دیگری در شبهای رمضان باید انسان اگر تواناییش باشد، قدرتش را داشته باشد، نمازهای شب داشته باشد. و بیان ارجا لیالها، همچنین این باب در بیان امیدوار کننده ترین شبهای رمضان که در شب رمضان شب قدر است که اون را بیان میکند. این باب یعنی که در فضیلت قیام لیلة القدر است. شبای رمضان گفتم نه، شبای رمضان نه، بلکه فضیلت شب زنده داری شبای قدر که در شبهای رمضان هست، مخصوص شبهای قدر. و بیان ارجا لیالها، یعنی که بیان کردن امیدوار کننده ترین شبهای قدر که اکنون دلایل یا امیدوار کننده ترین شبهای قدر کدام شبهای رمضان است، کدام شبهایش می باشد. همچنین در این باب امام نووی رحمه الله اون شبها را هم، اون شبهایی که امیدوار کننده ترین است، اونها را هم بیان میکند. انشاءالله این باب را درس آینده خواهیم گرفت. از همین باب درس آینده انشاءالله شروع میکنیم. درس امروزه را در همینجا به پایان میرسونیم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.